سلام دوستان، وقتتون بخیر. دوستان تو کامنت ها یکی از عزیزان گفته بود یه دونه استراتژی بر بستن هیک نشه درست کنید. منم یه دونه استراتژی بر بستن هیک ناشی درست کردم. اولین کاری که میکنید میاد تو اندیکاتورا. من اینترنتم به شدت ضعیفه، میاد داخل اندیکاتورا، دو تا اندیکاتور انتخاب میکنید. یکیش بندهای بولونجره، یکیش عرصه قدرت نسبی یا همون RSI. بندهای بولونجر رو میاریم انتخاب میکنیم، ورودیش رو تنظیم میکنیم دورش 5 باشه، انحرافش 4 باشه. سبکاش میایم همه تیکتا رو برمیداریم، بک‌گراند و میدلاین و همه چیزشو. خب یعنی اینا قبلا اینجور زده بود، میایم همه رو برمیداریم به این شکل. اینو سیو میکنیم. RSI همون 14، صفکاش میایم حتی 50 رو برمیداریم. بعد این به اصطلاح چی بهش میگن، حتی بالا رو میاریم رو 90، حتی پایین رو میبریم رو 10، ذخیره میکنیم. حالا این استراتژی چجور عمل میکنه؟ لحظه اومده اینو تیکشو بردارم. خب این استراتژی زمانی که نوع نمودارمون هم که هیک ناشیه 30 ثانیه است، تایم معاملمون 1 دقیقه است. این استراتژی اینجوری عمل میکنه: زمانی که نمودار میاد به خط بالا برخورد میکنه، دقیقا اینجا میشه برخورد میکنه، ما اینجا رو به پایین وارد معامله 1 دقیقه میشیم. و زمانی که به خط 10 برخورد کرد، وارد معامله 1 دقیقه رو به بالا میشیم. من الان تو مسابقه روزانه رایگان هستم و با موجودی $110 یا دلار. بریم ببینیم که چی میشه. من یه چند تا معامله میزنم ببینیم استراتژیمون تا چه حد جواب میده و تا چه حد جواب نمیده. خب یکم با موزیک همراه شید تا من چند تا ترید انجام بدم. دوستان لایک و سابسکرایب یادتون نره دیگه. من اینجا دارم واسه تون زحمت میکشم رایگان ها. شما هم بی زحمت لایک رو بکنید. خب متاسفانه موقعیت کم گیر میاد و تا الان هم هیچ موقعیتی به ما گیر نیومده. ببین اینجا برخورد نکرده به حد 90، اما احتمال داره که برگرده، اما بعید میدونم. پس نباید ریسک بیجا بکنیم، نباید طمع بکنیم. من همین مسابقه رو تا 1500 بردم بالا، ولی توی حرکت نگاه کن اینجا رو موقعیت پیش اومد. توی حرکت همه رو به چخ دادم. شما اینجوری نباشید. خب ما اولی معامله مونو زدیم، ببینیم نتیجهش چی میشه.
به حد 90 برخورد کرده و حد 90 هم رد کرده. امکان داره همینجوری طغیان کنه و بره بالا، ولی احتمالا باید برگرده. ببینیم چه اتفاقی میفته. خب 14 ثانیه مونده و بازار همینجوری داره طغیان میکنه. یا ابوالفضل ببین تا کجا رفت. دوباره وارد میشیم با کل موجودی، ببینیم این دفعه چه اتفاقی میفته. الان دیگه نباید بره. کجا میره؟ از نمودار بیرون زده که چی بشه. بیا برگرد دوست عزیز. بازارم بازار اوتیسیه، حرف گوش نمیده، باید بزنی تنبیهش کنی. دوستان منو لایک کنید، ساب کنید، ساب کنید، چنلم بره بالا تا انشالله با هم کنار هم ضرر کنیم و سود نکنیم. معامله دوم ما با سود بسته شد. همینجا یه معامله دیگه میزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید دوستان، این بازار بهترین بازار تریده، یعنی هم نه دردسرش هم از فارکس کمتره، هم از به اصطلاح کریپتو. اینجا همون مقداری که وارد معامله میکنی 2 برابرشو میگیری. مثلا اگه $50 وارد معامله کنی $100 بهت میده. $1 وارد معامله کنی $1.98 بهت میده. یه 98 سنت بهت میده. $1 که مال خودته. خود 10 ثانیه. 8 7 6 5 4 3 2 1. دومین معامله ما با سود بسته شد. ببینیم معامله سوم ما چیز بده. معامله چهارم ما به چه شکل میشه. در اینجا 2 تا معامله انجام دادم، یکیش با سود شده، یکیش ضرر شده، 2 تا سود. من چرا امروز همه چی رو برعکس میگم دوستان. این ویدیو رو شیر کنید واسه کسایی که با هیکناشی حال میکنن. بفرست واسه اون رفیق تریدرت که عاشق هیکناشیه. تمام ویدیو داره طولانی میشه دوستان. من مجبورم 1-2 تا ترید دیگه ببینم پوزیشن موقعیت به من میده یا خیر. آهنگمونم قطع شد. آهنگمونم که قطع شد. چرا؟ متاسفانه موقعیت نیست. این چی بود یا ابوالفضل؟ اصلا چون استراتژی زمان بره و تایم ویدیو هم طولانی میشه، من مجبورم یه موقعیت دیگه پیدا کنم و معامله بزنم. ببینم اینجا برخورد نکرده، ولی خب من انشالله که میگم برمیگرده از همینجا. ببینیم حرفم زمین میزنه یا روم زمین نمیندازه به قول دانشمندان.
ببین اینجا من یه خورده عجله کردم، اونم به خاطر اینه که تایم ویدیو طولانی نشه. واسه همین قبل برخورد وارد شدم، اما انتظار دارم از همینجا دیگه برگرده، چون یه خورده کندلا رو شما نگاه کنید، کندلا هیکناشی رو به ترتیب کوچیک و کوچیکتر پایینتر بسته شدن. یعنی حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. Three, two, one. تمام، اینم سود بسته شد. ببین این استراتژی خیلی خوبه، پس فقط باید طبق ویدیویی که توضیح دادم رعایت کنید. بنده بلونجر رو میارید رو 4 و 5 تنظیم میکنید دوره و چیزشو، و بکگراند و این خط خطوطشو برمیداری که نمودار اینجوری زیبا جلوه بده. نوع کندل هم هیکناشیه و تایم کندل 30 ثانیه، تایم ترید 1 دقیقه. برخورد به حد 90 رو به پایین، برخورد به حد 10 رو به بالا. RSI هم که 14. موفق و پیروز و سربلند و شاد باشید. کانال منم ساب کنید، لایک کنید، کامنت کنید، همه چی بکنید، فقط بکنید. درود یا حق.